هرچند که تیم ملی ایران در ضربات پنالتی تونست کیپ ورد رو شکست بده، اما این تیم از نظر تاکتیکی کاملا مسلح وارد زمین شده بود و پرس ایران رو خنثی می‌کرد. ایران جدا از انتقال‌های مثبتش هنوز مشکلاتی ریشه‌ای داره که حل نشدن. پرس تیم ما طبق معمول 4-2-3-1 بود. مدافعین کیپ ورد در فاز بازیسازی باز می‌شدن تا پرس ایران بی اثر بشه، چرا که فضای زیادی باید پوشش داده می‌شد. همین امر شیفت ارضی و انتقال از دفاع به حمله رو برای کیپ ورد آسون می‌کرد. در پرس ایران درگیری مستقیم هافبک‌های دو تیم قابل مشاهده بود. پس با به داخل اومدن وینگرهای کیپ ورد برتری عددی در میانه میدان به دست می اومد تا خط هافبک ایران شکننده بشه. در این صحنه پلن اصلی کیپ ورد کاملا مشخصه. 4 بازیکن در سمت راست برای نفوذ از کنارها حضور دارند و 3 بازیکن دیگر هم در سمت مقابل چسبیده به خط دفاعی ایران منتظر سانتر از کناره ها هستند. ایران بعد از توپگیری بلافاصله توپ رو به مهاجمین میرسون که در انتقال هجومی نکته مثبتی به حساب میاد. در فاز بازیسازی قدوس نقش محوری انتقال از فاز اول بازیسازی به خط هجومی رو داشت و معمولاً بین خطوط جایگیری میکرد. با این وجود اما ایران هنوز در پوشش منطقه‌ای مقابل محوطه خودش مشکل داره. و همچنین در پرس بالای حریف در فاز اول بازیسازی توپ رو از دست میده.